إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو القادر على يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. آیت 65 سوره انعام. دیروز در حالت خواب بودیم که آیت گفتم تفسیر نشود، چرا که حقیقتش خب واضح شود. در آیات قبلی الله متعال دعوت داده بود بندگان خود به سوی توحید و یکتاپرستی الله متعال، اما به شیوه ترغیب و تشویق، چرا که در حالت سختی حتی مشرکین مکه هم زمانی که دچار مشکل قوی می شدن باز می دانستن، این یقین داشتن که بتای ما چیزی کرده نمیتونه، از او خاطر به یک الله عاجزی می کردن. اما مشکلی جا بود که وقتی الله نجات می داد، باز بعد از او که در حالت راحت می رسیدن باز نظر و نیاز به نام بتا می کردن. نعوذ بالله. الله متعال دلیل منطقی را پیش کرد و دلیل اقناعی که بعد شما این را قناعت بکنید چطور در حالت سختی به الله آواز میده اما باز با امر الله نعوذ بالله شریک مقرر میکنه. در اینجا الله متعال به شیوه دیگه بندگان خود دعوت میده به سوی توحید و یکتاپرستی. این شیوه تهدید است. انسان ها دو قسم می باشه. یکی اون انسان های است که توسط ترغیب و تشویق گناه ها را ترک میکنه، راه درست مستقیم در پیش میگیره. اما یک تعداد مردمانی هستند که به شیوه تشویق و ترغیب درا نمیان تا که مسئله تهدید نباشه. از امو خاطر انبیاء علیهم السلام حامل بشارت و نظارت اردو است، یعنی از یک طرف خوشخبری میده، از طرف دیگه از بیم میده از عذاب الله متعال. در خودی فطرت انسان هم امی قسم دو نوع گرایش وجود می داشته باشه. یک گرایشی است که انسان توسط نصیحت‌ها جور میشه، یکی گرایش های است که تا تهدید نشوی و مورد لط و کوب قرار نگیری تو جور نمیشی. از او خاطر الله متعال در اینجا بیان تهدید میکنه. تهدید طوری است که یقینا الله متعال عذاب مرتب میکنه بالای او اعمال سوء و نادرستی که انسان اختیار میکنه. الله ظالم نیست که سر کسی از اول ابتدا عذاب روان بکنه، بلکه عذاب الله در حقیقت نتیجه اعمال نادرست و اعمال زشت انسانی است. انسان وقتی راه و مسیر خود تغییر بده، راه غلط انتخاب بکنه، باز الله متعال خامخا عذاب روان میکنه. این عذابای الهی سه قسم است. یکی از طرف بالاست که ما میبینیم که الله متعال بعضی قوما را توسط عذاب بالا، از بالا سنگا باریده، از بالا خودی قریه را الله امر کرده به ملائک بالا کرده و از بالا پس سر به تاراق زده. گاهی صدای هیبتناک از بالا شده کلگی در جای خود همین قسم خواب کرده. گاهی از طریق زیر است، زمین غرق کرده فرو برده، یا طوفان بالا کرده آب کلگی غرق شده، یا است که زمین لرزه شده، زلزله شده و کلی مردم از بین رفته. این انواع عذابای الهی هم از طرف بالا و هم از طرف پایین است. معلوم شد که انسان بیچاره از هر طرف محاصره است. در جمله عذابای بالا و پایین ایرم مفسرین ذکر کرده که گاهی اوقات الله متعال حاکما و کلانای خیلی زشت و بد مقرر میکنه، پاچای ظالمه که همیشه مردم تحقیر و توهین و مورد لط و کوب قرار میده. و همچنان گاهی از طریق زیر عذاب است، اولاد یا نوکر یا او کسایی که وظیفه دار است و وظیفه را به وجه درستش انجام نمیده، ایام یک نوع عذاب است. عذابایی که ما و شما حسی میبینیم که زلزله و طوفان و گپاست، این را هر کس میفهمه، اما عذاب معنوی که از طرف بالا و پایین است این را هر کس نمیفهمه. بس اوقات که حاکم و پاچا و مردمایی که در رأس قرار داره، اگر الله واره خراب بساز عقیدهش عمل کردش، مورد تعذیب انسان قرار میگیره، با سلام فیصلیت نمیشه، کارت در پیش نمیره. مثل که آلی اینمی قسم دیده میشه. یک موضوع دعوایی یک انسان
20 سال دوام پیدا میکنه، آخر الامرم باز فیصله نمیشه. آخری طور میشه که انسان پشیمان میشه که کل موضوع را بگذاره. این در حقیقت عذاب الله هست که همه قسم مردم را الله مسلط میسازه بالای بندگان خود. و گاهی عذاب از طرف زیر میباشه، اولادی تاست از خودت پیدا زحمت و محنتش کشیدی، اما او هیچ نوع اعتنا به تو نداره، فرمان تو را نمیبره. ایام یک عذاب الله است، ایام از عذاب از طرف زیر است. اما این دو قسم عذاب هر کس میشناسه. خو عذاب خیلی سخت که سوم عذاب الله در اینجا ذکر کرده، آمیختن یا مخلوط ساختن چیست؟ بگه پراگندگی و نفاق است که الله متعال اختلاف در بین گروه ها مخلوط بسازه که یک گروه دیگه گروه را رد میکنه و از بین میبره. این بسیار سخت عذاب است. چرا سخت عذاب است؟ در دنیا هر ملتی که گروه شده، تحزب پیدا کرده، برای خود تنظیم کرده، حتما زیر سلطه دنیای نعوذ بالله استعماری رفته و مکمل هویت و شخصیتش نابود شده، هیچ باقی نمانده. امروز زمین حالت در ممالک اسلامی میبینیم. سختترین عذاب الله نمیسته، به خاطر ازی که تو حتی عزتمندی دیگه باقی نمیمانه. علتش چیست؟ در بین خود گروه بازی شروع کردیم، هر کس یکی دیگر را رد میکنه، برالاگه پس که دشمن میاد و سری تو غلبه حاصل میکنه. یک گروه ما در کام یک ابر قدرت میفته، دیگه گروه در کام دیگه ابر قدرت. امروز ببینید وکیلای پارلمان ما فروخته شده، وزیرای حکومت ما فروخته شده، هر کس به یک نیرو یک قوت چینل خود باز کرده، از اون طرف پول و پیسه میگیره، خود اکمال میکنه، اما فعالیت برای کی میکنه؟ غمی ملت نمیخوره که ملت اصلاح شوه، غمی خود میخوره. خب کدام نوع اختلاف عذاب است؟ مطلق اختلاف عذاب است؟ نه، اختلافی که ناشی بنابر خواهشات نفسانی است، اختلافی که ناشی به خاطر قوم پرستی و نعوذ بالله نجات پرستی و لسان پرستی و منطقه پرستی است. این اختلاف تباکن است و این عذاب الله متعال است. به هر عنوان، به هر نامی که اختلاف پیدا شود، سبب عذاب الله است و سبب بدبختی ملت است. ملت مکمل نابود میکنه، از بین میبره. اما اختلافی که منشأش بنابر تفاوت تفکر است، برداشت است، این اختلاف گاهی هم سبب پراگندگی ملت نمیشه و سبب بی احترامی نمیشه. چرا که به خواهشات نفسانی نیست، بلکه منشأش است که در اجتهاد خطا شده. اینمی ائمه مجتهدین چارگانه که در بین خود مسائل فقهی را اختلاف داره، این ناشی از خواهشات نفسانی نیست. از همون خاطر در صدر اسلام اینمی اختلافات در بین 4 عالم نیست، صدها عالم موجود بود، اما یکی با دیگر احترام متقابل، یک موضوع، هیچگاه یکی دیگر را توهین و تحقیر نمی کردن. و یکی همی اختلاف ناشی از خواهش پرستی نبود، از منطقه و قوم پرستی نبود، از تکبر و خودخواهی نبود. این اختلاف از تفاوت چی بود؟ برداشت، از تفاوت تفکر و تعقلشان بود. از همون خاطر هرگاه برشان رجحان یک فکر یا یک نظریه معلوم میشد، دستی نظری خود ترک میکرد، امون نظر را میپذیرفت. در صدر اسلام هم اختلاف موجود بود، اما به این سرحد نرسیده بود که نکاح یکی با دیگر نشوه. شما در فقه حنفی نوشته کرده، میگن نکاح دختر شافعی با حنفی درست است، اما دختر حنفی با شافعی مسلک داده نشوه. اهل کتاب جور کرد چه؟ ببینی انصافه در کدام سرحد رسیدیم. اختلاف در بین صحابه بود، حتی در بین صحابه اینطور صحابی بود که برآمدن خون موجب وضو میدانست و دیگهش میگفت که نه، برآمدن خون وضو را میده نمیکنه. اما همون کسی که عقیده داشت که خون وضو را میده میکنه، پشت همون صحابی استاد میشد که او میگفت که خون وضو را میده نمیکنه و خون شدیده بود که از بدنش برآمده، وضو نکرده، امام است، پشت سرش اقتدا میکرد، نمیگفت که نماز ما نمیشه. مکه مکرمه بیت الله شریف که مرکز وحدت مسلمین است، با 4 مصلی و 4 جای نماز تبدیل شده بود. یک دیگر 4 جماعت جرمی شد. چند جماعت؟ یک مصلی حنبلی بود، یک مصلی حنفی بود، دیگهش مصلی مالکی بود، دیگه مصلی شافعی بود. امت تکه تکه در مرکز اسلام متحد باقی نمانده بود. اونمو مصلی ها را کی برداشت؟ شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله، الله قبرش منور کنه، که واقعا
خدمت قرآن کرد، خدمت توحید الله را کرد، مردم طرف قرآن و حدیث دعوت داد. گفت این تفرقه، این تنظیم چی ضرورت داریم به این؟ امروز اینمی مردمای بدبختی که مردم طرف تفرقه بازی دعوت میده، قطعی او مردکه دشمنی داره، به این خاطر دشمنی داره. او حقیقت امر درک کرد که ملت پارچه پارچه شده. تا امروز الحمدلله میبینیم که در حرم هیچ دوم جماعت نمیشه به نام کدام مذهب، هیچ. او یکی اونجا الحمدلله علمای او دیار واقعا پشت انصاف میگرده. زمانی که سوال از پیش میکنی فتوا را از این نمیده که ما امام احمد ابن حنبل اینطور گفته، امام ابو حنیفه رحمه الله اینطور گفته، امام شافعی رحمه الله اینطور گفته. نه 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 نه، میگه آیت قرآن یک چیزه میگه، حدیث رسول الله یک چیزه میگه. ملت دعوت به یک پارچگی میکنه. اما امروز در دیار امام ملا صاحب ما دنبال اینه میگه پا گشته رایسته. اسلام برای تحزب آمده، گروهگرایی آمده. اسلام به این خاطر آمده که ما را پارچه پارچه بسازه، جدا جدا بسازه، یکی دیگه خدا لعنت بگویم. امروز در مساجد چی حال است؟ در مساجد کابل امی اختلاف در حرم نیست، امی اختلاف در عربستان نیست. برو، یکی از دوستا مرا گفت که در ترکیه رفتم به قصد، گفت من سلفی هم نبودم، لیکن به این خاطر که تو باش امی ملت چقدر اساسیت داره. ترکا واقعا مذهب حنفی را محکم است و علمم خیلی زیاد نیست، علم دینی در ترکیه زیاد نیست. اما کلانترین عالمش نورلیزار هم نمیفهمه، کتاب فقهی خورده. گفت من به قصد رفع الیدین کردم، امین بزرگ در یک مسجدی بزرگ و کلان، به این خاطر که تو باش همین مردم چه اساسیت داره. گفت شما باور به الله بکنی اگر کسی مرا امی ترکیه جام سعی کرده باشه. من گفتم افسوس است، ترکیه مردمی که از علم دین بسیار به بهره باقی ماندن، نه شروع کردن در تلاش ازیستن که علوم دینی را زیاد یاد بگیره. اینجا هیچ جنجال نیست. در افغانستان خدا عالم هم میگیره، باز وقتی که اگر رفع الیدین در مسجدش کردی دستی سرتکوی میکنه از مسجد میکشه. اینی حالاتی ماست. یزدستی کیست؟ شما بگی علی، همین شما برادر قضاوت کنی. همین موضوع در دست عوام است یا در دست علما؟ علماست. نمیگه مسائل ایرا بگذار، سری ازی ایران بگذار. خیر است اگه یک نفر عامی قطعی تو مخالفت میکنه بنا بر ازی که عقیده ازی را داره که این مسلک ما حق است، دیگه مسلک باطل است، او خود نمیفهمه، امور ملامت هم نمیکنیم. خوب است به خاطری که سری دین خود غیرت داره، اونه سری دین خود غیرت میکنه، خیر است آدم بزنم پروانه داره. اما مناسب چرا؟ او مناسب تو خمی کتاب الله را میخونی، حدیث رسول الله را میخونی، تو چرا بگذاری این موضوع را بگذاری؟ در پوهنتون ما نزاع و جنجال سری عزیز که آیا ای را پوهنتون بگویم به پشتو، جایی چی بگویم دانش، یا دانشگاه بگویم. این جنگ روان است. فرقه ها و گروه هایی که در رأس سیاسی است پشت منافع خود گشته را است، ملت تباه و برباد کرده، مرکز تعلیمی را گرفته مبدل به چی؟ نزاع های لفظی ساخته که آیا دانشگاه بگویم یا پوهنتون. چقدر حماقت است. به الله قسم اگر کسی پشتی کلمه میگرده کی را پوهنتون بگویم دانشگاه، خود مسلمان قطعا نگوید. چرا اسلام آمد؟ به این خاطر که همه مرزا و همه بندار از بین ببره. نه مرز عربیت بمانه نه عجمیت، نه حبشیت بمانه نه چین بودن، نه سیاه بودن نه سفید بودن، نه فارسی بودن نه پشتو بودن. این گپار اسلام از بین برده. کلگی را در رشته و تاری لا اله الا الله محمد رسول الله جمع کرده. و تو امروز در مرکز تعلیمی که آینده تو سرپرست و تمام رشته کار دولت در دست تو میفته، تو محصل، تو حالی دنبال دانشگاه و پوهنتون بگرد. اینی حالات زندگی ما مسلمان است. علت چیست؟ علاج میفهمی؟ مرض کجاست و علاجش چیست؟ بگه مرض این نمیسته که از کتاب الله دور باقی ماندیم. علاجش چیست؟ اگر ما باز به کتاب الله دور بخوریم کلی مرضا جور است. مردم درک میکنه که والا بگو سمت شمال بودن و سمت جنوب بودن هیچ مطرح نیست، هیچ گپی نیست. پشتون بودن و چی؟ امروز به سطح رسمی ملت گرایی مکمل روان است. تنظیم جور میشه به می خاطر. تنظیمات نیست؟ امیال تنظیمات نیست در وزارت عدلیه؟ هر تنظیم خط خود یک قید چی را مانده؟ بگه تنظیم چیست؟ ملی، کلمه ملی را قطش گذاشته. این شرک نیست؟ پیغمبری را اینها منتن نگفته؟
کی چیزی بدبوست که ملت ها را تباه کرده. چرا؟ علت ایست که همو کلان ما که او خود در رأس قوم میگیره دعوت به این ملت گرایی میده، به خاطر که از قرآن خبر نداره، خلاف صدای قرآن، خلاف پیام قرآن حرکت خود شروع میکنه. یک تعداد برادرای مسلمانی ما که بیچاره خالی و ذهن است، از دین معلوماتی نداره، دنبالش روان است. او را چی میکنی شما؟ باور به الله بکنه ملا استاد است. ملا با این طور کسی که نعوذ بالله بگوی امریکایی هم شهید میگه، با او آدم استاد است، دستش بوسه میکنه. او عالم، تو را به الله قسم که تو دستی طور آدم بوسه میکنید، به نزد الله چی جواب میگی؟ چرا دستش بوسه میکنی؟ چی امتیاز و چی افتخار داره که تو دستش بوسه میکنی؟ ها؟ امروز افغانستان مبدل به اینمی گپا شده. الله رحم بکنه، فتنه بزرگ است. به الله قسم برادرها و خواهرها، این فتنه دیگه دفع نمیشه به جز از که ملت به کتاب الله و سنت رسول الله دعوت بده. این ملت رهایی پیدا میکنه، هیچ راه دیگری نیست. وگرنه اونمون نقشه های استعماری آل پیاده شده رایسته در وطن. حتی دیگر خب بگذار به نام دین مذهب و مذهبگرایی و مذهب پرستی در حدی رسیده که ملت پارچه پارچه تباه کرده. علمای ما همی قدر درک نداره که قرآن میخونن و چرا همی قدر حالت در کجا رسیده. والا در هر جای مشوره به چی میشه؟ مولوی متوکل در کابل پیدا شده، حنفیت از بین برد. او برادر حنفیت چی را میگه؟ شما می حنفیت هویتش معلوم کنید. حنفیت خلاف سنت رسول الله است. از شما سوال میکنم، یا دو جواب داره، یا میگه که موافق سنت رسول الله است یا میگه مخالف. اگر مخالف است خب بس قابل قبول است. قابل است که مخالف سنت باشه. اگر نه که موافق سنت رسول الله است، خب ما با سنت رسول الله دعوت میدیم. کجا مخالفت حنفیت کردیم؟ دو جواب داری، قطعا از این دو جواب برآمده نمیتونه اگر الله برات عقل و هوش داده. یکی اگر الله برات عقل و هوش نداده جدا مسئله است، وگرنه ما خب به طرف سنت رسول الله دعوت میدیم. آیا امام ابو حنیفه به طرف سنت دعوت نمیداد؟ خیر چرا مرا علی میگی که تفریقه ایجاد کردی؟ تفریقه را تو ایجاد کردی. یک دین اسلام واحد اسلام گرفتی، 4 ټوټه جور کردی. مذهب خود وحی آسمانی فکر میکنی، دیگر را رد میکنی، جلیپا میکشی. چرا؟ کدام دلیل و سند داری که از ما حق است دیگرها غلط است؟ بیار یک سند. در کدام قرآن حدیث ذکر شده که هر سخن امام ابو حنیفه رحمه الله حق است و از دیگهش باطل؟ یا در کدام به مذهب امام شافعی رحمه الله بگوی؟ آیا کدام سند داری که قرآن و حدیث گفته باشه که هر سخن امام شافعی رحمه الله به حق ثواب است؟ در کدام جای است؟ یک عالم گفت مولوی صاحب تو پشت مسائل جزئیات گشته رایستی، اینا کس بر مسجد هم نمیده برای ترجمه. من گفتم تقلید مسئله جزئی است. به الله قسم تمام بدبختی ها اینمی تقلید کورکورانه است. ما را که در بدر کرده می تقلید کورکورانه در بدر کرده که خب دقیق شوی باز بعد از او برات معلوم میشه. نه کجا؟ من گفتم بیار حالا بده فتاوی شامی را ندارم. من گفتم اونه جلدش پایین کرده. من گفتم سعی چی میگه؟ مذهبنا صواب يحتمل الخطا. مذهب ما درست است، احتمال خطا را داره. و مذهب مخالفنا خطا. مذهب مخالف ما خطا است، يحتمل الصواب. احتمال چی را داره؟ صواب داره. بگو علی امی فیصله را کی امی حق کی بر یزید داده که امی فیصله را میکنه که مذهب ما صواب، از مخالف ما کلش خطا است، احتمال صواب داره. امی انصاف است. بیچارگک آرام شد. من گفتم سعی نکنی، ما علما هستیم، خیر است. اگر در یک کتاب یک گپ یک رقم نوشته شده الحمدلله، ما خود قرآن میخونیم، حدیث رسول الله را میخونیم، بی که ملت یک پارچه بسازیم، کل اختلافات از بین بره. در مذهب کیستیم؟ محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم.